سرخط خبرها: قدردانی آگاهان امور سیاسی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ، اشتراک سکرتر اول سفارت امارت اسلامی افغانستان در دوحه در مراسم افتتاح نخستین نشست از دومین دور تقنینی مجلس شورای قطر و تمدید حضور نیروهای ترکیه برای 3 سال دیگر در سوریه و عراق. به نام یاد خداوند بزرگ، به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 ماه میزان 1404 هجری خورشیدی و اینک مشروع خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم از فعالیت‌ها و حمایت‌های کارشناسان امور سیاسی در جریان رویدادهای اخیر قدردانی کرد. شیخ شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفت ملت افغان چنان که لازم بود با وحدت و همبستگی از نظام حمایت کرد و به جهانیان نشان داد که ملت افغانستان ملت واحد است و به هیچ کس اجازه تجاوز به کشورش را نمیدهد. آقای حقانی افزود امارت اسلامی به عنوان یک نظام آزاد و مستقل با قدرت‌های بزرگ جهان وارد مذاکره شده و با شجاعت از حقوق ملت دفاع کرده است. در همین حال مولوی حیات الله مهاجر فراهی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت این وزارت از کارشناسان امور سیاسی و رسانه‌ها به صورت قاطع حمایت می کند. همزمان کارشناسان امور سیاسی گفتند که نیروهای امارت اسلامی با شجاعت در برابر تجاوز پاسخ دادند، پاسخی که در تاریخ کشور پیشینه ندارد. ادامه خبرها: روحانی غیاثی سکرتر اول سفارت امارت اسلامی افغانستان در دوحه در مراسم افتتاح نخستین نشست از دومین دوره تقنینی مجلس شورای قطر اشتراک کرد. سفارت افغانستان در دوحه میگوید این نشست از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر افتتاح شد و مقامات ارشد نهادهای مختلف کشور میزبان و نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی و سازمان‌های بین المللی در آن حضور داشتند. وزارت عدلیه کشور میگوید محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی زون مرکزی شهرک موسوم به اسم شهرک سید اسحاق گیلانی واقع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار را اماراتی تثبیت کرده است. به گفته وزارت عدلیه این محکمه پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک فیصله کرده که تمام زمین‌های این شهرک که 5640 جریب می شود ملکیت اماراتی می باشد. و آخرین خبر این که پارلمان ترکیه طرح ریاست جمهوری این کشور برای تمدید حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق و سوریه را برای 3 سال دیگر تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی این طرح از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به امضا رسیده و این حضور به هدف آنچه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت این کشورها عنوان شده تداوم می‌یابد. سپاس از حضورتان به خبرهای این ساعت. شما می توانید دیگر برنامه‌های اوروج را از صفحات اجتماعی این اداره دنبال کنید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.